قابلی تایید کنه با اینکه خسته کوفته تازم رسیده. دیدین را شد اتفاقی چه عروس خوشگلی. لایک و کامنت یادتون نره که حلال هم هسته غذایشی. سلام دوستای عزیز، به ولاگ دیگه به ما خوش اومدین. روز آخر در روم و ای که امروز قرار شده بریم فروشگاه یک دانه شاپینگ مالی که نزدیک خانه هسته یا توی همین شهر روم هسته را بریم ببینیم که یک مرکز خرید از اینا را نادیده نرویم. بعد فردام که بخیر حرکت سمت خانه. اینجا هم وایستادیم کنار یک مغازه. یک چیزی که می‌خواستم بگم برای شما، یک تفاوت دیگه که اینجا نسبت به سوئد هست، مردمش زیاد یک کمی اونجا هم خوشتی بنابر به هوا. خب آمبولانس رد شد. اونجا هم خوشتی پن دیگه بنابر هوایشی، ولی اینجا بیشتر مدل کاپا یا چی میگن بهش در فارسی، از این کته چیز مپوشن، کته اینجوری پفکی نمیپوشن زیاد، اصلا زیاد که هیچ اصلا نمیبینی از این پالتوهای شیک یا انگلیسی مپوشن زیاد. اینا مثلا از این نمونه نگاه کنیم. بسیار دیده نمیشه. او یکیش دیده میشه. نگاه کن این مدل رو. کلاها رو سکو. اینجا تیپا میزنن بیشتر توی خیابانایش میریم تره خیلی خوش تیپن. به خاطر اینکه اینجا هوایش خیلی بهتره دیگه. امروز یکم سردتره هوا. یعنی همون دور برای 4-5 درجه، ولی خدا رو شکر نه بارون میه نه برف و اینا، هوا صاف هست. بریم یک فروشگاه رو بهتون نشون بدیم، با ما همراه باشین. مهدی اگه میخوای سلام علیک کنی. سلام بچه‌ها، امیدوارم جانش مجور تیار باشین. دیگه هم زلیخا گفت می‌خوایم بریم توی دیگه جای دیدنی، فکر نکنم جا مونده باشه از پیش از ما. زیاد مونده ولی خب بازم نگاه اینا نرفتیم تا الان. خب این ساختم سفیده نمیدونم چی بلا هسته. ها دیگه الان بریم گفتیم یه دونه روز آخر که هسته ساخت مغازه رو بگردیم و ببینیم و یک هم فیلم بگیریم در شما نشان بدم. ها دیگه امیدوارم از ویدیو خوش شما بیاد. همتر ما را همراهی کنین و فالو و سابسکرایب هم یادشون نره. هارون در بغلی از مسته و دیانای بنده خدام که تمام راه ها را ما را همراهی کرده. سلام میکنیم. هلو. همین هلو گفت خیلی بود. بریم. آها این بچه خود رسیدیم پاساژ. اینم این شکلیه پاساژ. درش کوچولو بود. فکر کنیم تو یک مغازه ماریم، بعد آمدیم تو روی زمین چه علامت کشتی است. این پرادا چه سنگ قشنگ. خب بچه‌ها ما الان داخل مال هستیم. اسم مالش هم ریناسنته. در اینجا درش داخل میشه، یک در کوچیک در داخل میشی. مارکای معروف داره، پرادا، لویی ویتون، گوچی، همه مارکا رو داره. یک هر کدام یک دانه مکان کوچیکه گنم تا گرفته. مهدی الان بهتون نشون میده. نشان دادم اول. الان این روبرو لویی ویتون مثلا. لویی ویتون خرم هستی. هوا خورشیدی نیه؟ اینا کریسمس درخت کریسمس هنوز سنگاله. این یه مرکز خرید دیگه. سقفش هم چه قشنگه. آدمای شکمو دوباره آمده خوردم. خب شما الان آمدیم یک چیزی بخریم بخوریم. یک رستوران نزدیک هتل پیدا کردیم که حلال هم هسته غذایشی. اسمش باز بعداً بیرون شدیم میگیرم. آره این هنوز من عادت نکردم. اسمش رفتیم بیرون برای شما میگیرم. اینکه چیز داره دیگه، از همون غذای مثلا تقریبا تو سوئد پیدا میشه، مغازه عرب از همونا داره. برنج و کوفته و این چیزا گفتم. آره بعد دیانا که گوشته نیسته، حالا اولا و اینا خورده، قبلش هم صبحانه خورده بود. فقط ما و مهدی گوشته ایم. چیزی گفتیم بگیریم با چای بخوریم.
بعد در مورد مزه‌ش هم بعدا بهتون میگیم چه شکلی بود مزه‌ش. منویش رو میبینید دیگه بچه‌ها. 6 کوفته و اینا دارم. ما یک دونه کوفته گرفتم با برنج. مهدی هم یک دونه مرغ گرفته. پایچه مرغ نه، یک لنگ مرغ با برنج با سالاد هر دو تاش. غذا را از پشت انتخاب میکنیم. ما چی میخوایم، چیز هر چیزی که انتخاب کردیم بعد اونجا خودشون گرم میکنه، دوباره همه را یعنی سرخ میکنه و از میاره تحویل میده. این مغازه جای نشستن هم داره ولی ما راحت تریم که بازی آرون خواب است. بریم در هتل هم زیاد دور نیست، 5 دقیقه راه از اینجا. دم تیک اوی میکنی بهتر بریم اونجا باز راحت، خیلی راحت لباسا رو در بریم، آرون بذارم، غذا رو نوشیجان میکنم، چای داغ بزنم بچه‌ها. خیلی ما اینجا فقط چای میخوریم زیاد. آره با خدا. ما در ونیزم که رفته بودم 30 درجه بود، میگفتم چای میخوام. And where are you from? آره دیگه بچه‌ها گفتش رستوران ایجیپتی هست، از خاطر غذایش اینجا مصری هستن. ای نم اسم رستورانش هست شاورما استخون. آره بعد نگاه کنین روبروی اینی هست اگه اینا دیدین این اساس میبینین دیگه. این چیزا سانتا ماریا سانتا ماریا ماجوره ای بعد اجل بابا. اینا قیمتش شد میکرو دستستی قیمتش شد 24 و نیم یورو، تقریبا 250 کرون. خب بچه‌ها ما آمدیم خونه. اینم از رخ غذا، این اونی که من سفارش دادم و این همی مرغ مهدی و سالادش. اینا بخوریم ببینیم چه شکلیه. همش هم که گفتم توی ویدیو شد 24 و نیم یورو. بچه‌ها مزهش خوشمزه، مزهش مرغ خیلی خوشمزه با برنج. ما برنج زرد گرفتم، زلیخا برنج سفید و زرد گرفتم. بعد اینام دیگه سبزیجات سرخ چیز دیگه سرخ شده. میگیش نمیدونم چیه. اون سس. نه این سفید قالب سس اون نمیدونم چیه. همون سس. کوفتش هم خوبه. کوفتش هم خوشمزه. مرغ همه غذاش خوشمزه، انتمی آسیاییه دیگه. خب دوستا به ادامه ولاگ روز آخرمون در روم خوش اومدین. دیگه آخرای این ولاگ میرسه. ساعت نزدیکای 5 بعد از ظهر من و دیانا زدیم بیرون. فقط من و دیانا، به خاطری که من که میگم هر دفعه من میام صحبت کنم اینجا سر صدا میشه. بعد الان تازه از هتل زدیم بیرون. ما و دیانا، بابشی و آرون خانه شدن به خاطری که مهدی گفتم خسته بود دیگه حوصله نداشت. ما گفتیم یه بار دیگه برای دفعه آخر میریم کلوسیوم، چون اونو من از همه انگار بیشتر دوست داشتم. خیلی به نظرم قشنگ بود و یک جایی هست که واقعا واقعای تاریخی زیادی اونجا اتفاق افتاده، با اینکه واقعی تاریخی خوشحال کننده ای نیسته. خیلی کشت و کشتار بوده اونجا و نمیدونم خیلی واقعی خوبی نبوده، ولی باز یک جایی هست که یک اثر تاریخیه و اینکه خیلی فیلم ها از اون وجود داره، خیلی فیلم هایش رو دیدم و اینا. الان خیلی این جاده شلوغ شده، نمیدونم چرا، فکر کنم گروهی هن اینا. من یه دقیقه ویدیو رو قطع کنم. Sorry I'm late, but I wanted to say Happy New Year. دیانا تازه سال نو تبریک میگه. خب بچه تقریبا این جایی که میریم همون کلوسیوم، یعنی اون دیواره‌ای که تویشی همین چیزا میشته، اون از جای از ما 14 دقیقه پیاده راهه و اینکه نزدیک دیگه. الان هم هنوز هوا اینجا روشنه. فکر کنم نسبت به سوئد اینجا یک کم روزایش طولانی تره. هوام خیلی خوبه، هوا خیلی خوبه. دم راه برگشتنی یکم خوراکی اینا میخریم، شیر و آب و نان و اینا برای بچه ها. غذا که خوردیم همه سیریم و اینکه شاید یک شیرینجات چیزی بخریم که با چای بخوریم. همین دیگه. بریم از لحظات آخرمون توی روم لذتشو ببریم. امیدوارم شما از این ولاگ خوشتون اومده باشه و تا اینجا ما رو دنبال کرده باشین. لایک کنین بچه‌ها و اینکه اگه خداحافظی نکردیم آخر از این ولاگ که یادمون رفت اینا که به بزرگی خودتون ببخشین و هیچی دیگه. با ما همراه باشین برگردیم سوئد بعداً ببینیم که چه رقمیه. شاید اینجا توی راه یکم فیلم گرفتیم براشون. اینم یه فیلم از خیابونای روم.
دوباره البته ما توی خیاباناشی که زیاد برای شما فیلم گرفتیم. الان طرف همون کلوسیوم میریم. نه اسمش رو نمیدونم که من درست تلفظ منم نمونم. مقصد دیگه خانمو رو یاد گرفتم. میریم ببینیم که چی کار میشه. یعنی اینجا یک دونه هتله. یه هتل فکر کنم طرف دست راست که میبینین از هتل لوکس باشه که هم نزدیک همو جا هسته. بچه ها یک تیپس دیگه یا یک پیشنهاد دیگه از طرف از من این که تقریبا اما وقتی که میخواین اگر طرف هر کشوری حالا روم محسن سفر دارین روز قبلش نگاه کنین در آب و هوا. از ما که درست گفته بود مثلا نوشته بود بارونی. ما برای خود همه من چتر آورده بودم، بچه ها بارونی خور آورده بود که واقعا باران هم دیدین. در ولاگای اول بسیار بارندگی زیاد بود دیگه نمیشد ما همش این 5 روزی که هستیم بخوایم به خاطر که بگیم باران نریم بیرون، جاهایی که می‌خواستیم نریم بگردیم مجبور بودیم بزنیم بیرون دمزو باران. و اینکه بارونی واقعا کمک کرد، چتر اینا کمک کرد. لباسای خوره مثلا درجه هوا 15 درجه نشد. روزایی که بارونی بود هوا گرمتر بود دیگه انقدر جاکت اینا لازم نداشت. این روزا امروز و دیروز یک کمی سردتر بود تقریبا 7 درجه. و اینکه جاکت دارن. این جاکت من میندازم روی شانه خم، شانه من گرم نگم داره. باز اگه گفتم یخ کدوم میتونی بندازی ولی لازم نشته تا روزه. اتفاقی چه عروس خوشگلی. آره دیگه باز طرف سوئد هم که میخوایم بریم که سرد است یعنی من تا جاکت میندازم به خاطر که خیلی در اینجا گرم میشه. در اینجا نمیتونم بپوشم. همون بهتره که کنم به دو طرف برم. هم بهتره که این دشانه ما باشه که روی بار ما حساب نشونه و اینکه ما بعداً بتونم راحت دیره سرشانه خوب بردارم و بپوشم در جام کنم وقتی سوئد میرسیم. چراغ هم سبز شد ما رفتیم. اون برای شما بگیرم. ما الان در کوچه روبروی یه چیز رسیدیم. اون جلو میبینین همون چیزای ساختمانه. من همش نکته یادمه. یه نکته دیگه هم که اینجا هسته باید مثلا کیف خوره اینطوری سر شانه پورته کنی از این طرف اینوری میندازم که به خاطر که اگه دوز موز اینا بود اینا به خاطر که اینجا دوز زیاده فکر کنم. ما طرف هموزو ترپی فاونتین هم که رفته بودیم مرد عکاس میگفتش که هست خیلی مواظب کیفای خوب باشین به خاطر که شلوغه جمعیت زیاده و اینکه کیف خونه سرشانه خوب بندازین همیشه حواسشون باشه در پولای شما در موبایل و اینا. بعد موبایل من همیشه توی جیب بود در دسترس بود و اینکه خدا رو شکر همش است تا هنوز که خوب پیش رفته. امشب بخیر خوب بگذره. همین دیگه این یک دونه پیشنهاد بود که باز یک خانم خیلی خوش تیپ خانم امین رومی یا ایتالیایی بود پیرزن بود بند خدا. او مرا دید من کیف من اینجوری انداخته بودم عادی. باز گفتش که کیف ده اینجوری بغلکی بنداز که اینجا دوز زیاده که اونایی که اینجا هستن خبر دارن حتما دیگه. ما که خود در چشم سر خود ندیدیم ولی خب اینمی مهم است که مال خود سیف بگیرم سر دوز نگیرم چطور که یک چیز میشه مثلش فکرم در اینجا نبود ولی خود دیگه پر حرفی نمیکنم. نگاه کنیم بچه ها از رو بریم و هنوز لامپایش روشن نشده. چند دیگه شد لامپای اینجا روشن شده. خب بچه ما الان روی این پل روبروی این ساختمان نشستیم. نگاه کنین قفل مفت زده. این پل هم دارمی فکر کنم از زمانای قفل عاشقای چیه نمیخوام. بعد از این ویو ببینین چقدر قشنگه از اینجا. واقعا زیباست. خیلی قشنگه. بچه یه عروس خدا دیدین را شد اتفاقی چه عروس خوشگلی. اینجا آمدن عکس بگیرن. این نفر ازشون داره عکس میگیره.
چه قشنگ و رومانتیک. داماد کافشن جان چی انال بور منه که عکس بگیره بنده خدا. خاطر سرده. عروس هم کافشن جان چی البته. بچه خیلی قشنگی نداره لباسای خود الان جاکت خود در میاره به خاطر که یخ نکنه جاکت داشتن اینا لباس اینجا عکس میگیرن. خدا فکر کنم از کشورهای آسیایی هن. دیانا خوشحاله. چرا خوشحالی؟ ها؟ چرا خوشحالی؟ Därför بچه کم اینجا تاریک شد دیگه شب شده. I don't know why I'm glad men jag är glad. اوکی تنظیمات دوربین عوض کردم یکم روشن‌تر بیافتیم. دیانا بگو چی می‌خواستی بگی عزیزم؟ Mommy, can you show them that? آره. Look at that. Look at this beauty. Oh my god چقدر قشنگه خدا. توی دوربین اونقدر قشنگ نمیافته که الان اینجا قشنگه. خیلی قشنگه. اینجا همه اومدن عکس بگیرن. Jättefin. خب دوستای عزیز به آخر این ولاگم رسیدیم. خواستم دیگه خداحافظی کنم باهاتون. من و دیانام دیگه یک چند تا عکس گرفتیم. امیدوارم که از این ولاگم خوشتون اومده باشه. ما میریم کم کم خرطوپتامون رو بخریم بعدش میریم خونه. تو راه اگه چیزی جالب دیدم برایشون برای فیلم برداری میکنم ولی صحبت ها دیگه بس باشه. تشکر برای حمایت شما عزیزان. لایک و کامنت یادتون نره. شب بخیر. Don't forget to subscribe. آره ما رو دنبال کنین و هم دیگه بریم سوئد. بای بای. ما و دیانا فعلا رفتیم 2 تا کروسانت گرفتیم. یکی تم شکلاتی یکم Lisa, bye bye. Vi ska inte 100 دفعه بای بای میگیم واسه. خب ما این رو گرفتیم به خاطر بریم با چای بخوریم. من و مهدی. دیانا چیزی انتخاب نکرد. دانه 12 یورو بود یعنی دانه ما 130 کرون خیلی گران بود. ببینیم مزهش خوبه نه. Hello, we have bought some things. We bought. Okay. No, I can't talk. We bought milk. We bought milk, bread. I can hold that. And what else? We can. Put inside. Okay. I'm gonna show you the things we bought. We bought بچه ها شیر banana. خریدیم. آره موز. Must. یه دونه ماست. چیپس دیانا خرید برای خودی یه دونه. و یکم هم که بادوم خریدیم برای فردایشون. Enough این هم there. که همون کروسانت هستن. بریم بخوریم بخوریم. Yeah. خوشحالی برمیگردی سوئد؟ Va? خوشحالی برمیگردی سوئد؟ Jag fattar inte. Kan du säga på svenska till mig? Är du glad att vi åker tillbaka till Sverige? Ja! Även om det är jättemycket snö där, jag älskar snö. I want to make a snowman and a snow house and an igloo. Oh my god. Okay, actually I can't do those things. I can do a snowman but not an igloo and a house. I don't know how to do a house. I've never seen a snow house in my life. Okay, I'll see you there at the house. Bye! بچه برای بار صدام دیگه خداحافظ. نمیدونم والا خداحافظی میکنه معلوم نیست وقتی چجوری ولاگار درست میکنم. میخوای ولاگ توی روی فرودگارم بذاره بازی یکی کنه یا نه. به هر حال دیگه فعلا دوستان این روز آخری برگشتی است دیگه داریم برمیگردیم. الان از فرودگاه جای چکین میکین تیر شده توی در همون طرف گیت خود. ما رفتیم اینجا برای چکاین کردیم. وقتی که ما خب قبلا صندلی نخریده بودیم چکاین کردیم صندلی ها رو کنار هم نداد خیلی دور داد. بعد دیگه ما رفتیم گفتیم صندلی ها رو خیلی دور داد گرفتش اونا رو پاره کرد بردیم پس رو دوباره جدید داد صندلی ها رو کنار هم گرفته صندلی ها رو کنار هم دادش. بعد اگه برای شما اتفاق افتاد دیگه تا چیز نخورین استرس نگیره راحت برین دایشون درو بگین اگه شلوغ نباشه یا قبلش چک کنین قبلی که صف خورلا کنین برین بگین سری میگیره سری جای رو عوض میکنه. البته بستگی هم داره که زود رفته باشین فرودگاه یه دفعه اگه هواپیما رو پر کرده باشه اونا همه چک کرده باشه وقتی که نمیتونه کاری بکنن.
تا جای کارش باشه اینا انجام میده. بعد اینجا بچه ما قیمت بنزین هم نگاه کردیم، 1 یورو 58 سنت بود تقریبا با قیمت سایت یکی میشونه. من الان نفس میزنم از خاطر که خیلی خسته‌ام با از دست آرون. ما از هتل اوبر زدیم چون راحت تر است. نه بعضی تاکسی ها شاید پول دستگاه چیز نداشته باشه، کارتخانه نه. اوبر همونجا پرداخت می‌کنی از کارت بسری. بعد 2 مدل داره، چند مدل داره، مدل مینیبوس و ماشینای شخصی و چی داره، قیمت مختلف داره دیگه. آره. با ماشینای برقی، ماشینای شخصیش 1-2 یورو ارزان‌تر میگیرن. بعد تقریبا قیمت چیشه 55 یورو. آره قیمت تاکسی 55 یورویه. قیمت تاکسی 55 داخل شهر هر جای بری. آره 55 از برگشتم 55 ولی اوبرش 48 دینا میگیره. بعد اتوبوسای گنده اگه بخوای بگیری 77 یورو میگیره دیگه. حالا خب بستگی در وقت زمانش هم داره دیگه، صبح زود است، نصف شب است، ایناش هم است. با شما ما پیشنهاد میکنیم که قبلش قیمت تاکسی ها رو سعی کنین، ما خواهیم برین ببینین تاکسی ها چند میگیره. بعد اوبر هم توی اپ اوبر رو سعی کنین. و اینجا بولت کار نمیده. ما بولت نگاه فکر میکردیم بولت، چون فرانسه که رفتیم بولت کار میده راحت تره. بعض جای شهر هم که داره میگردین میتونین قبلش توی مثلا اوبر اپ اوبر چیزای خود چک کنین، ولی برین از تاکسی ها پرسان کنین تا فلان جا مثلا آدرس که میخواین برین چند میبرین. بعضی وقتا تاکسی ارزان تر از اوبر میبره، چون اوبر با توی اپ بستل کنین. آره خب دیگه برین همیشه پرسان کنین، بدون پرسان نرین. خوب است، خوب نیستن. تشکر از معلومات مفید شما. بای Oh nee, er kommer slå over en plane. چی دیده آره؟ Det där är flygande vroom vroom, Aron. Aron, det där är flygande vroom vroom. Hallå! Kan jag berätta varför jag säger flygande vroom vroom? Nakhor, Aron. Nakhor. Mamma, han... خب بچه آمدیم در یخی رسیدن. پس نگاه که بخاری ادان از ما. آره با خدا زمین چه سرسر است. سوز ازی بده مسوزان ندم. کلام نداریم. بازم امروز خوبه. امروز آره باز خوب است. میوردم سر. خب الان رسیدیم محل پارکینگ موتر. نگاه چقدر برف باریده. رفتم یک دونه کاغذ داده بود، کاغذی که نشان میده اینجا هتل هسته با پارک. اینجا می ماشین خود از اینجا که پارک کرده ور میداری، نه ماشینای تای برف خاک کرده هسته اینجا. بچه‌ها رفتیم ایتالیا، فقط پاستا و پیتزا خوردیم، بعد زلخ گوشت چیز کرد، غذای افغانی کرده، گوشت سرخ. آره گوشت سرخ کرده. اینجا هم ویش خیلی نکنیم گوشت مشت ولده خشته قابلی تایید کنه. با اینکه خسته کوفته تازه هم رسیده تون همه را درست میکنی که خدای چی غذای خودمون نموشه میکنه. آره با هرچی اصلا الان داشتیم با هم بحث میکردیم گفتم این چه غذا داره آخه غذای پیش از اون پاستا و پیتزا هست. آرونیه سلام گوشیت رو آوردم. تک مرسی بابا. خانه رو هنوز وسایل رو جمع نکردیم، لباسا رو هنوز جمع نکردیم. چمدان اونج بسته هنوز دم داره. به خاطر که او برف هم هست زیاد، تو برفایش بریزه نه؟ دور چمدان تمیز کنیم، بعد از اونجا لباسا رو دیگه بندازیم توی درشویی تمیز. دیگه غذا رو آماده کنیم بخوریم، چای دم کردیم اینجا فلاکس پورش چای. آره آفرین. آره. اصل کاری. و دیگه گوشت خود نشان میده، گوشت خورم. بخار بود. نه گوشت گذاشتیم با پیاز و ادویه پخته شد. برنج هم خیس کردم. هویج هم که کارش تمام شد. آرون گوشی رو میذاری توی ظرفشویی؟ اوه خدا رو چه کاره؟
مویا رو سکو نه بچه از ما فرفریه بچه ما این شانمون مایی پخ میشه دوباره من گوشته خب دیگه الان برنج توی دیگه گذاشتم خوشش نه ولی فقط قابلی رمزش نمیه که نباید زیاد بوجوشه دیگه چند دقیقه فقط نیم خام بمانه وگرنه شل شفتم بعد این برم روغن ریختم که هویجار وقت توش بندازم سرخ کنم این هم از هویجار یک کمک شکر بریزم هویجارم داخل روغن دارم سرخ میکنم با یه ذره شکر روش ریختم این بر اینی گوشته در این حالت پخته میشه وقتی که روغن دست دیگه میذارم باشه خب این هم که از کشمش داره سرخ میشه چند دقیقه اینکه تفتش میدیم تا شکل قیفه یکم آغاز کنم خب بچه الان روغن انداختم تای ازی یکم تای دیگ برنج بریزم رویشی بعض وقت نان میذارم زیرشی امروز دیگه نان نمیذارم بخاطر که حوصلش نیست میتونین نان بذارین که تای دیگ نان شه بعد از این برنج میریزم لایه لایه گوشتم کی میذاریم گوشت رویش میذارم لایه لایه منظور ما چیه رویش که نمیخوایم اینجوری چیز شونه فقط که یکم ادویه میریزم لایش یعنی مثل زیره برای خوشبویشی با یکم هم پودر هل زیاد لازم نیه بعد یکم روغن هم میتونی اینجا بریندازیم ما روغن زیاد چرب نمونه خب بچه ها همونطوری که گفتم من انداختم بعدش یعنی گوشتی که از قبل پخته کرده بودم من انتبالشی الان ما دارم مثل چیزا رو توضیح میدم ولی برای کسایی که اونایی که یاد ندارن دیگه ما که افغانا ماشاءالله خانما همش کتبانه همه یاد داریم بچهای مجرد اگه تیک تاک میبینه یاد نداره بچهای مجرد هم اگه پک یاد داره خانوم گشتن خانوم گشتن نه خیره خوبه که یاد داره خب بعد بچه یعنی روغن چرا بریزم یعنی روغن دیگه همون روغنت نمیخواست بادش این خودش روغنه بعد من این سوسش لابش دور نمیندازم بخاطر که مهدی هم دوست داره من خودم دوست دارم یعنی یک دانه سیر دمنش گرم نمیتر بخاطر که مورد علاقه مهدی یعنی بعد نالی آره خودم دوست دارم سیش خوشمزه و اینکه هویجار اضافه می‌کنیم و کشمش کنم هویج نه زردک اینانو باز یکی کامل میده که افغانی گپ بزنین این هم از افغانی بچه ها باز افغانی ایرانی از ما با قطولق شده دیگه چکار کنیم دست خودمونی سپر اما بچه های شما در اروپا کتا میشه بینگریم که چی رقم فردا همه رو قطولق نمیگه یکم سوئدی یکم آلمانی یکم فارسی اما نمیتره دیگه در ایران کتاشته نشیر فارسی میگه نشیر هزارگی میگه نشیر چه که دون مدارمت خب اینالی اینی را این تمام شد کارشی زیرش اول زیاد مونم گرم که آمد باز زیرش کم به به خوشمزه چه صداییه مهدی گوش نه خب بچه ببینیم که چطور شده اولین جناب سیر در بریم اینجا بلم برنج ببینین بچه ها دست من اینجا دوربین بیار جلو دانه بلند شیطن نشده اینجوری بریزم توی قاب به به این برای منه برای خود برای شما فعلا خوبه بچه ها نظرتون این تنظیمات دوربین خود روی نایت بذار که قشنگتر داشت دوستا جای شما خالی سالاد هم کنارش درست کردیم دیگه مهدی درست کرده ما دیگه بریم سالاد هم بخیشیم روی کنارشیم و بخوریمش و خیلی خوشمزه شده بچه‌ها گوشتش هم خیلی نرم شده تا استاقون قشنگ سواش داشتی دیگه تادیگی هم گرفته بگین تادیگی نگرفته تادیگی هم گرفته هویجش اینا همه چیز خیلی عالی شده به این میگن غذا آره با خدا به این میگن غذا دیگه چربم نیه خوبه نه آره دیگه امیدوارم از این ویدیو هم خوشم آمده باشه روز آخر چی بود روم ایتالیا دیگه آمدیم خانه غذای زدیم درست کردیم بخوریم که از اسپاگتی بکشیم بیرون اسپاگتی و پیتزا و دیگه
شما رو در خدا میسپارم تا یک ویدیوی دیگه. خداحافظ همه شما.